خواهر روس پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، همسر باجه‌اش فیض‌الدین نخشوف، مادر امرالدین نخشوف، رئیس شرکت تلاشویی نقش شام جمعه 12 آگوست سال 2022 در سن 67 از عالم چشم پوشید و روز شنبه 13 آگوست در مرکز نویه دنقره به خاک سپرده شد. منابع پایگاه خبری بامداد از دنقره که در مراسم نماز جنازه و دفن خواهر عزیزمو رحمونووا در دنقره اشتراک داشتند خبر دادند که مرحوم چند سال باز از بیماری سرطان رنج میکشید. او همسر فیض‌الدین نخشوف، مدیر پیشین شعبه چهارم امانت بانک در ناحیه سینای شهر دوشنبه بود. شفر او سال 2018 درگذشت. همصحبتان بامداد همچنین خبر دادند که اکثر اعضای عائله بزرگ پرزیدنت امامعلی رحمان و همین طور خانواده نیز بزرگ اسدالله‌زاده ها قریب همه در مراسم وداع اشتراک داشتند. یکی از همصحبتان ما درباره اشتراک کنندگان این مراسم گفت نماز جنازه را خود مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده خواند. بغیر از خود پرزیدنت که در سفر کاری در ولایت سوت قرار داشت قریب همه بود. رستم را دیدن آنجا، آزاده رحمان را، دیگر فرزندان و دامادهای پرزیدنت را، چندین وزیر دنقره هم بود آنجا. حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک در مرگ خواهرش جامه و طاقی پوشیده به میانش لوکی بسته بود و همچون ماتمدار مردم را بیا و برو داشت. قرار بود روز 13 آگوست فرزانه امامعلی، دختر خردی پرزیدنت امامعلی رحمان و سفر رحمان پسر دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمان برگزار شود. منابع بامداد میگویند که توی فرزانه و سفر به سبب مرگ خاله عروس به قفا گذاشته شد. سامانه اپوزیسیونی اصلاح خبر داد که قرار بود روزهای نزدیک اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و پروینه رحمانووا دختر چهارم پرزیدنت نیز دخترشان را به شفر دهند، ولی به دلیل درگذشت خاله پروینه شاید این توی هم به تأخیر بیفتد و یا به شکل خاکسارانه برپا شود.